قیلودا بیادر دا اینجا نیستن، بر آمدن. چطور نیستن احمق؟ خی کجا رفتن؟ علی! در اینجا هستن. پاربوتلوی نامرد از اجل خود فرار میکرد. خدایا لطفاً اون چیزی نشه لطفاً. چی شده؟ علی را چی شده؟ ها؟ چی شده؟ به تک مگه بزنم. علی؟ 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 چی شده علی را یک چیز بگو. ها؟ ده زمینی موبایل پیش تو چی میکنه؟ من وقتی در موبایل زنگ آمد شما نبودید، فکر کردم مهم باشه جواب دادم. معذرت میخوایم. خدایا لطفاً علی را کدام چیزی نشه. استاد، ما قسم چندین میدان برده از جهنم برآمدیم. به کمک خداوند از اینجا میبراییم. البته که میبریم پیلوت. ما بعد از اینجا مستقیم پیش بچیم میرم. تو بچه هم داری نه؟ بله دارم. پیلوت مثل شیر و یک بچه دارم. تو هم بسیار عجیب هستی استاد. یگان وقتی هیچ تو رو درک کردن نمیتونم، هرچی کوششم کنم. خو علی به تو چی گفت؟ او کجا است؟ بگو که کجا است؟ ما برش گفتم که پیوند استخوان مطابقت کرده. درست است. او اینجا میایه؟ نه نمیفهمم، چون بعدش پشت صدای فایر آمد. شاید چیز را اشتباه شنیده باشی. این قسم زود به کلگی نگو که صدای فایر مرمی را شنیدی دخترم. مادر؟ از کجا صدای مرمی آمد؟ این گپ دیگه از کجا شد نواسه قندم؟ بله شما گفتین من شنیدم. خب علی جان بگو که چطور هستی؟ پدرت کجاست علی جان؟ من خب پدر ندارم کاکا دکتر. مادر میشه علی جان با اتاقش ببری؟ البته دخترم. الا بیا که به تو هم میوه جور کنم بچیم. دکتر صاحب، علی جان فکر میکنه که پدرش مرده و به فعلا نمیخوایم که ای گپه بفهمه. ما معذرت میخوایم، نمیفهمیدم خانم. خانم مسلم
اگه کدام کاری باشه که بکنم برام بگوی. نیست، هیچ کاری نیست که تو کنی. علی کجاستی؟ کجاستی؟ بچه مریض از پیلوت، او به ما ضرورت داره. باید هر قسمه که میشه از اینجا نجات پیدا کنیم. نجات پیدا میکنیم استاد، تشویش نکن، از اینجا میبرایم. راه برآمد وجود نداره پیلوت. اینجا هم به تو هم به او کسی که همراهت است قبرستان خواهد شد. لعنتی. حالی چی کنیم استاد؟ چی شده پیلوت؟ نه که سلاحت مرمی خلاص کرد چطور؟ اما تشویش نکو، بشه ما یک مرمی است که به آدرس خود میرسه. تو حال دیگه به خوشی خوشی تسلیم شو. وعده میتم که شکنجت نکنم. او مرمی به آدرس خود میرسه. بیا نامرد، بیا که برات نشان بتم او مرمی در کدام جای اصابت خواهد کرد. بیا آماده استی پیلوت؟ به اندازه ای که هیچ وقت نبودیم استاد. درست است پدر جان، میشه ما حال زنگ میزنم. چی میگفت؟ میخواست پیش پیلوت بره، برش زنگ زده اما جواب نداده. های کتی کارای علی خان، من چی میادم چرا این کارا را میکنه؟ اونجام جای گپ زدن از بلیاز خدا. نه جواب نمیده. شما داخل برین. وقتی آقای آمد یک چند آزمایش دیگرام انجام میدیم تا مطمئن شویم که هیچ کدام مشکلی وجود نداره. البته از علی جانم باید خون گرفته یک بار دیگه آزمایش کنیم. بازم پیچکاری؟ ها دیگه بچه قندم به خاطر که خوب شوی. این خو آخرش از همه تا نیست دکتر صاحب؟ بله کاملا همین قسم است. وقتی آقای آمد باز میبینیم. البته اگه بیایه. نه که کاکالیا مریض است. نه ای گپ دیگه از کجا شد بچیم؟ بچه قندم تو چند دقیقه خو شو، ما زود پس میم فهمیدی؟ ای علی کجا است؟ خدا میفهمه که بازم سر خود چی بلایی آورده. ها او هم در وقتی که آزمایش می ای دیگه از کجا شد دخترم؟ علی است دیگه، هیچ وقت تغییر نمیکنه، مثل سابق هنوزم نامده. یک دفعه دیگه برای زنگ بزنیم.
چی شد احمقا؟ مردن چطور؟ مردن با آخر راه رسیدی هارپوتلا. حالا بخیز دیگه. بخیر. مشکل تو بیشرف همراه پیلوت چی است؟ از او چی میخوایی؟ مرگشو میخوایم. بی غیرت. برات میگم که کار داریم اما رای ما رو گرفتی. پیلوت تو چی کردی؟ چرا زدیش؟ آی چرا به دل میسوزانی استاد؟ زنده بودنی فقط وقت ضایع کردن است. بانش که اینجا باشه. خوراک گرگا و پرنده شوه. در زندگی خوب فایدهش نرسید، در مردگی فایدهش برسه. به هر صورت محال به ودت زنگ میزنم که برای ما 2 موتر بیاره. تو برایت برو، من برای خود میرم. تو پیش بچهت برو. فکر میکنم موبایلم در موتر مانده. من رفتم میگیرمش. بیا زود تاشکافا از فرار کردن ما خبر شده باشه. چطور فرار کرد احمقا؟ چطور فرار کرد؟ شما در اینجا چی بد میکردین؟ والا رئیس مام هیچ نفهمیدیم. لعنت بی کاری که شما میکنین. اوروغلو هر جایی که فرار میکنی فرار کن. از من نجات پیدا کردن نمیتونی. ما اسرائیل تو میشم. میایم بچیم. میایم پیشت علی جان. آف علی جوابم نمیده. این کار از کردن نیست. زندگی بچیش به او وابسته است به او، اما او ده اینجا نیست. میبخشین اما بیچاره به خوشی خود خو اینجا نیست. شاید که زندگیش در خطر است. شما چرا یک قسم فکر میکنین ها؟ او بیازو همیشه در خطر است. به یک روزام او از بلا دور بودن نمیتونه. بلا او را پیدا میکنه. او خود کدام گناهی نداره. همه قسم است. اگه بلا خوبی کار نمانده. نظر به ای که تو کوشش داری علی را با ما بشناسانی، پس تو معلوم میشه که بسیار با هم نزدیک هستین. تو چی علی میشی؟ ها؟ من فقط دوستش هستم. فقط دوستش؟ دوسته که کمه بیشتر دربارش میفهمم. علی جان؟ علی جان؟ علی جان؟ مادر علی جان نیست. اگه ما برامد باز میدیدیمش دخترم. نیست مادر، چی بفهمم هیچ جایی نیست. علی جان؟
بچیم خدا را شکر که کم موقع موبایلم چارج داشت که به تو زنگ بزنم. اما یک چیز هست میفهمی، استاد علی بسیار خوبم لکده ها. اگر نه هار پتلوی لعنتی وقت کار ما را خلاص کرده بود. اگر ما را تنها گیر میکرد. او آدم رسمنم را یک اردو آمده بود. بیبی بیادر اگه تو پشتی کار عشق و محبت نمیگرفتی باز وقت ما در کنارت می بودم، اما تو نیست. ودت بچه میگم کاش که تو هم یک بار عاشق شوی تا بفهمی که من چی حالت دارم، اما درک نمیکنی. بیادره تو زخمی شدی؟ چیز مهم نیست، کم خراشیدگی است، گذشت دیگه. الله دویگویم پیلوت چند دفعه برات زنگ زدم، چرا موبایلت خاموش است؟ من در رستوران هستم، در سردخانه بودم، از او خاطر در اونجا موبایل آنتن نمیتنی، از او خاطر خاموش نشان داده. همه قدر وقت انشالله که ریزش کده مریض نشی. نه مرا چیزی نمیشه، تشویش نکن. اگه مرا چیزی شد نه باز دوای من خوب پیش توست. تو چرا برام زنگ زدی؟ چی گپ هست؟ پدرم پیش تو میامد، ازم خواست که برات زنگ بزنم خبر بدم. پدرت در رستوران ما میه؟ بله. چرا؟ نه که تو سر کار نرفتی؟ البته در همونجا هستم، در رستوران هستم. اونا چی وقت میاین؟ نمیفهمم، شاید چند دقیقه بعد برسه. من در رستوران هستم، بفرمایید. خب درست است. خنک خورده مریض نشی، متوجه خود باش. درست است. پس منتظرشان هستم دیگه. خداحافظ. حالا ودت بچم تیز برو، به آب خود شدیم به خدا. چی شده بیادر؟ کدام گپ شده؟ به فعلا خود کدام گپی نیست، اگه نرسیم باز میشه ودت. حالا زود باشه، کم تیز برو. گفتم تیز برو، چی لخ طرف مسائل داری؟ میفهمم خنک خورده ریزش میکنه، سر کارم نمیره. مادر به من کم کار پیدا شد، تو متوجه دواخانه می باشینی؟ باز کجا میری دویگو جان؟ ها؟ خب دیگه تا وقتی که من میایم متوجه باش. خداحافظ. ایره بند میکدی باز من او تویش میکدم. لیس اینجام نبود. خدایا ای بچه کجا رفته باشه؟ دخترم پرنده خون نیست که پرواز کرده باشه، پیداش میکنیم. تو جگرخون نباش. مادر چو تو جگرخون نباشه؟ آی علی جان، علی جان، علی جان. از تلفن استفاده کردم میتونم؟ البته، چرا نه؟ مشنوم علی. با ما گفته بودی که موضوع تاشکافا را حل میکنی، اما من فعلا از جایی که او مرا شکنجه میکرد زنده برآمدم. علی او آدم بسیار خطرناک است، بسیار زیاد وقت میشه که از این کارا دور بوده. من چیز را نمیفهمم آقا کرد. اگر 10 طبقه زیر زمینم برم پیداش میکنی و تا وقتی که آدمه پیدا نکدی امنیت خانواده ما در خطر میباشه. اگر او کثافت به بچیم کدام ضرر برسانه باز حسابی کار از تو پرسان میکنم. رئیس علی تشویش نکن، هرچی که لازم باشه خودم میکنم. او روزی که کاکایت مرد ویدیوی کامره های امنیتی را امروز تانستم از او طلبه دست بیارم. فکر کردم که شاید برد بسیار مهم باشه. ایگار ای چی است؟
دختره که قهوه را آورده بود. دکتر گفته بود امکان داره زهری خورده باشه که حمله قلبیش تهدید کرده باشه. اگه اما قسم باشه او زهره او دختر داده میتونه. باید او دختر پیدا کنیم سال. اما او را پیدا کردیم اویگار. فعلا پیش ماست. علی جان؟ علی جان علی جان علی جان مامام رایت میم بیادر. ضرور نیست بچیم، محلش میکنم. پیلوت تاشکاف آگه درباره وضعیت خبر شده باشه. کار ما سخت میشه بیادر، بفهم دیگه. بچیم فوراً یک چیزی نگو. او آدم هنوز خود سر ما شکم نکده. واضح است. مالاره به غیر از تو دیگه کی نجات داده میتونه. بیا از اون مثل بیادرها شدیم. بچه من یک دانه بیادر دارم. او رام به تمام دنیا تبدیل نمی کنم. تو جانم هستی بچه. بچه اگه به استاد علی خوبی هم کده باشم به خاطر انسانیت هست. او هم به من زیاد خوبی کده. اولش همه پدر دویگو را به جز دیگه کس خانه ساخته نمیتونست نه؟ حالا دیگه میفهمم پیلوت. ناخو نگفتن به خاطر خوبی کردن است که انسان بدی میبینه. با تاشکافات فعلا حتما خبر رسیده باشه بیادر. حتما. ماشاءالله وداد. تو هم چقدر مثبت اندیش هستی. از برکت تو امیدم به زندگی دیگه بیشتر شد. بسیار زیاد تشکر. حالا دیگه تو دقیقه سی گپا نشو. به هنگر برو. تو چی میکنی؟ پیلوت با این خطره که در گردن گرفتی میارزه بیادر. میارزه. به خاطر دویگو هر کاری میکنم. حالا دیگه خداحافظ. رئیس فهمیدیم که علی چه قسم فرار کرد. گپ بزن. آخرین بار پیلوت پیشش رفت. او رفته برش کمک کرده. گفتی پیلوت؟ پیلوت آقا علیحان تا هنوز نامده. بچه بسیار جالب است. من او را چی باید صدا کنم؟ بچه برش پدر بگویم؟ بالاخره او پدر دویگو است. نه بچه یک قدرش دیگه زیاده روی میشه. بر صورت آقا علیحان بهتر است. پیلوت تو کجا بودی ها؟ یک کمی کار داشتم. خیرت باشه. نیک و خونه است. نه چیز مهمه نیست. بله بیادر. دویگو پدر؟ تو در اینجا به خاطر چی آمدی؟ پدر پیلوت کم خوب نبود. ما هم برش دوا آوردیم. ما رفته کورتی ما تبدیل میکنم. زود میام. فهمیدم بیادر. بچه می کورتی که در جانت هست نه سایزش چی اندازه؟ 48 است بیادر. آفرین بکش که من بپوشم.
پیلوت خیرت باشه. ای قسم کجا میری؟ از ما کار خواستی و ما هم برات کار دادیم. تو خسته چی کردی ها؟ رفته و بیادرم خیانت کردی پیلوت. چیزی به نام خیانت نیست نجمی، چیزی به نام خیانت کردن نیست. این گپ طرفته باز بیادرم بگو. من منتظر بودن نمیتونم نجمی، یک کار بسیار عاجل دارم. باید منتظر باشی. آقا پیلوت در اینجاست؟ آقا علیحان شما؟ خوش آمدین خوش آمدین خوش آمدین خوش آمدین. صفا آوردین. زنده باشی. در این طرف ها یک کار داشتم، گفتم یک قهوه با هم بخوریم. خوب کردین خوب کردین. دیگه ها ما امیال میخواستم برایم. میخواستی برایی؟ کجا میری؟ به چیز قلعه میرفتم. به اینجا کسی که مال میآورد نه او آدم دوست برآمد. در اینجا فریبکاری میکرد. باز ما یک آدم بهتر پیدا کردیم. از او خاطر خواستم امروز از او گپ بزنم و شرایط برش بگویم. حال او آدم منتظرم است. من باید برم. بسیار بد میشه اگر نرم. با هم یک جای برایم چطور؟ آفرین به تو. اینجا تو روزی تا به دست میاری، باید از اینجا محافظت کنی بچه. آفرین. البته آقا البته در نتیجه او به ما یک نعمت است، همون تو نیست؟ اگه میخواین بریم یک جای. البته. گفتی در سردخانه مواد بودی، خوب هستی؟ نه هیچ گپی نیست، من خوب هستم، هیچ کدام گپی نیست. تو بازم یک دانه از این دوا بخور که مریض نشی. یار بی وفا بمیره بیا که بریم. حالا برای تو قسم معلوم میشی که کدام چیزی شده باشه. نه جانم هیچی گپ است دیگه. چی شده؟ چی بفهمم؟ یک قسم وار خطا معلوم میشی. در موبایلم عجیب گپ زدی. بازم از من کدام چیزی را پت میکنی؟ نه دیگه من از تو چرا چیزی را پت کنم؟ بیبی قلبم هم اشکنانی با ای گپ هاید. درست است. حالا بریم. او آدم زیاد منتظر خود من. دویگو ما یک کم کار دارم دخترم، اگه میخوایی محترمانم برد. نه پدر جان، پیلوت مرا میرسانه. البته من میرسانمش محترم. خوب است، بسیار خوب. فقط یادت نره که از ما یک قهوه قصد دارستی. بار دیگه کامدم میخوریم. نه هیچی گپ است دیگه آقا. هر وقت بخواین قدمایتان سر چشمای ما. به خداوند مسپارمتان. علی جان تو ده اینجا چی میکنی؟ تو چرا میپالی؟ هر چیزی را که تو میپالی ما مامورا میپالم. من خود چیزی را نمیپالم کاکا علی، نرسا مرا میپالن. به خاطر چی؟ خوشو من سپر کاملت شدم. سرت پایین کو. تو مریض استی کاکالی؟ در صورت تو رم پیچکاری میکنن. بله من کم از پیچکاری میترسم. پس از اینجا فرار کنیم؟ اما اگه فرار کنیم باز مریضی از پشت ما میایه. از پشت ما میایه؟ میایه.
تو اگه از ترس فرار کنی باز ترس بزرگتر میشه. تو باید از پشت ترس بری. از پشت ترس رفتی کاکا علی؟ رفتم. وقتی من از پشت ترس رفتم ترس خرد شد و خرد شد و خرد شد از بین رفت. با ما یاد میتی کاکا علی؟ البته که یاد میتم. بعد از این همیشه پیشت میباشم. حالا دیگه بتی دستته. همیشه پیشم میباشی؟ همیشه. وعده میتی؟ وعده میتم. علی جان، علی جان، من بالا رم دیدم اما در اونجام نبود. پچکاری زیاد درد میکنه؟ کمه. اما وقت مرا پچکاری کنن تو باشی و دست ما بگیری باز هیچ درد نمیکنه. دست ما میگیری؟ میگیرم اما تو هم باید دست مرا بگیری. درست است؟ درست است. تفاهم کردیم. وقتی دست مرا بگیری باز پچکاری درد نمیکنه؟ نه درد نمیکنه. اما اگه کمی هم درد کرد باز تو دست من محکم گرفته کمی فشار بده. ما هم سر نرس قار میشم باز وقت پچکاری درد نمیکنه. حالا دیگه با اتاق ما بریم. علی زیاد ترسیدم. صدای اسلحه که شنیدم فکر کردم تو چیزی شد. علی شکر که هستی. هزار بار شکر. تو ناق به تشویش شدی. کاکا علی دوست دخترت هست؟ نه علی جان، خانم سیفدا فقط دوستم است. علی جان تو کجا بودی بچه؟ مرا زیاد ترساندی. علی جان پیش از پیشکاری خواست که کمه چشم پتکان بازی کنه. ما هم پتکان بازی کردیم. حالا با اتاق ما میریم. علی تو کجا بودی؟ اینا آمدم دیگه. کاکا علی از پیشکاری میترسه اما ما برش وعده دادیم به خاطری که دستش درد نکنم ما هم دستی را محکم میگیرم که اوگار نشه. خوب است بچه قندم. بیازو دکترم میخواه که ایره ببینه. حالا بریم دیگه بریم. راسته شما هم تمام روز اینجا زیاد خسته شدین. اول خو علی بعدش علی جان. نظر به ای که هر دوشان خوب هستن حالا دیگه شما به خانیتان رفته میتونین. راستش بیازو ما میخواستم دیگه برم خانه مسلم. بیبی سیفدا طرفی و خانواده خوب سایی بیبی مادر پدر و طفل دی خانواده برای تو هیچ جایی نیست. ایره بفهم سیفدا که برای تو دی خانواده هیچ جایی نیست.
شما از من چی میخواین؟ مرا ایلا کنین. فقط یک جواب بده. تو با کاکایم چرا زار دادی؟ کاکایی چی؟ زار دادن چی؟ شما چی میگین ها؟ ایره میگم که 5 دقیقه پیش از که کاکای مسموم شده و از بین بره تو در وقت برش قهوه برده بودی. خب دیگه چی گپ است؟ در او هتل من گرسون هستم. اگه من نمی بودم باز کدام دوست دیگه برش قهوه می برد. فقط کلش یک تصادف است. یک روز بعد از مرگ کاکای ایلا کردن کارت هم یک تصادف است. چطور؟ زود چو بگو ای کار کی سرت کرده احمق؟ بیبی خوب طرف دخترت بیبی. اگه برم نگویی که به امری کی با کاکایم زار داده بودی باز دیگه دخترت دیده نمیتونی. اگه به یک تارموی دخترمام ضرر برسانین کلتان نابود میکنم. از این دنیا نابودتان میکنم. ای وابسته به خودت است. اگه حال گپ بزنی باز دخترت هیچ چیزی هم نمیشه. در غیر او صورت ای گناهی تو است میفهمی دیگه. فهمیدن بعضی چیزها به معنای ای است که مرگ خود امضا میکنی. از ای که درباره ما فکر کنین زیادتر درباره دخترتان فکر کنین دیلان. حال دیگه برم جواب بده. کی برات گفته بود که زار بده؟ آقا کورت. گفتی آقا کورت؟ خب به خاطر چی؟ بگو به خاطر چی؟ نمیفهمم و نمیخوایمم که بفهمم. راه سنگین ترین بار است. من این بار انتقال نمیدم. فقط چیزی را که به من میگن امو کار میکنم. عزلم نه که علی جان در شفاخانه بستر نمیکنن. نه دکترها گفتن که از اردوی ما باید خون بگیرن. به خاطر پیوند استخوان آمادگی گرفتن. در ضمن دکترها گفتن که علی جان میتونه در خانه منتظر باشه. من خود نفهمیدم. نه که استخوان ما با هم مطابقت نداشت. اما تو گفتن یعنی سیفدام در پشت تلفن می قسم برم گفت. مطابقت داشت استخوان با مطابقت داشتن خون فرق میکنه. پیوند استخوان را که از تو گرفتن و به علی جان وصل کردن بعد از یک مدت معلوم شد که با هم مطابقت ندارن. در او صورت چی وقت عملیاتش میکنن عزلم؟ عزلم چی شده؟ مشکلش چی است؟ میشه بگویی؟ امکان داره این عملیات موفقانه سپری نشه.